محکمه اختصاصی رسیدگی به جرایم سنگین مبارزه با فساد اداری جنرال عبدالواسع رؤوفی مسئول کمیته ارزیابی و تدارکات وزارت داخله را در دومین محکمه به 12 سال حبس تنفیذی محکوم کرد. این محکمه عبدالواسع رؤوفی را به جرم گرفتن $150,000 آمریکایی رشوه از شرکت به نام فیدلس و سوء استفاده از وظیفه دولتی به 12 سال حبس تنفیذی محکوم به جزا نمود. انیسه رسولی که روز یکشنبه ریاست این محکمه را به دوش داشت گفت: وفق هدایت تعدیل ماده 316 قانون جزا به مدت 1 سال و 6 ماه حبس تنفیذی محکوم و از این که جرایم فوق الذکر مرتبط بوده و به هدف واحد انجام یافته طبق هدایت ماده 156 قانون جزا شدیدترین آن که مدت 5 سال حبس تنفیذی می باشد باید قابل تطبیق و جزای فوق الذکر که مجموعاً مدت 12 سال حبس تنفیذی می شود استینافاً حکم نمودیم. اما عبدالواسع رؤوفی این را یک توطئه علیه خودش خوانده و خواستار عدالت گردید. ما امیدوار هستم که محکمه محترم همونطور که محکمه قبلی واقعا حرفای مرا گوش کردن و انتظار از این داشتم که عادلانه تصمیم هم بگیرن که متاسفانه این در حق ما بسیار جبر شده. با این همه محکمه میگوید مرتضی رحیمی معین تامینات وزارت امور داخله، نویدالله بخش رئیس تدارکات، محمد اکبر رحیمزی رئیس تشکیلات، حاجی محمد فراوال معاون لوجستیک این وزارت و آزادخان ناصری مدیر ریاست تدارکات تحت تعقیب عدلی قرار دارند.